1 ساعت آماده سازی واسه یک ویدیو که قرار منو فقط مورد آزمایش قرار بدن. آیا این کار درسته آقای کاظمی؟ تو درسته این کار؟ ببین دیریاز بود باید این کار رو میکردی، یعنی همه منتظرن. اوکی، همه منتظرن. منتظر چی هستن؟ تو که دیدی زش کشیدن مرا دیدی. وای نه دیگه وای و اما و آخه نداری. ای میگن آقا جان الان زندگی ببین، راحت چی؟ تاوان اون کرم ریختنات توی گرنیه. این تاوان اون کرم ریختنات توی گرنیه. من بهت گفتم انتقام میگیرم. بچه ها باشن نبودین. ما دیشب یه بازی زدیم، چقدر عشق کردیم تو اون بازی. البته اینم بگم من بازی نمیکردم، داشتم نگاه میکردم. این آقا داشت گرنی بازی میکرد، سفر شعر داده بود، از وارد محیط جامپ اسکر میشد. من ترس میخوردم. واقعا اتفاقی بود. من اگه بودی من قصد و نیتم این نبود. بله شاهدم داریم. آمنس اطلاعه. میگم ای از امنی رفت میخواستی اون ننه بزرگه رو تحریک کنی بیاد این و نه با خاطر میدونی با خاطر فداکاری بود، باید فداکاری بکنی. ولی خب دیگه آقا جان به هر حال هر کاری داری میکنی من فقط یک دونه از این ویدیوها میگیرم عمرن بذارم یک قفل سختی روی ویدیو میذارم، میگم فقط یه چیزی برسه که اصلا لغو بشه. اصلا نگران نباش، انشالله بچه ها حمایت کنم. پارتای بعدی در راه جنابالی پول میخوای. نمیذارم اینقدر محتوای راحت‌تر انتخاب میکنم کار روون بیاد بیرون. منو میخواد اینجا به سلابه بکشن. فکر کردی الکی بشت میز داستان فهمید واسه ما بگی؟ ندادش، تو باید از این کارا هم کنی دیگه. وای از این کارا. خب چون من هیچ ایده ای ندارم. چی؟ هنوز بچه ها نمید موضوع ویدیو چیه. راست میگی، هنوز نمیدونم میخواد با من چی کار بکنه، هنوز نمیدونم چه خوابی برای من دیده. بگو تو شرح بده، من هم مثل بچه ها بیخبرم، توی ویدیوی خودم بیخبرم. این چه وضعیتیه؟ این شرایط ها اینجوری کنترل کنم. رد دست منه الان. و از اون طرف قدرت بیشتر و ویورا دارن که درخواست بدن که ویدیو دوباره اینجوری بگی. خب به نظر تو با این حجم سختی که دیدی چقدر لایک خوبه براش؟ بذار اون آخر ویدیو تعیین میکنیم بسته به درجه کار. خب نصفش اول ویدیو، نصفش آخر ویدیو. حل. خب آقا بچه‌ها قضیه اینه که دیگه همتون مطمئنا اونایی که تو تلگرامن حداقل همه یه بار توی بخش پیشنهادا گفتن رامین تو چرا بنتن خودتو نمیسازی، چرا این کارا رو نمیکنی و اینا. حالا الان رامینو اینجا آوردم، قراره که بنتن رو تو سبک و استایل خودش طراحی کنه، اون موجوداتی که من بهش میگم. منو میخواد به سلابه بکشه. من هیچ ایده ای ندارم. من فکر کردم اول میخواد مثلا میگه آقا یه طرح خودت بکشی، میگه نه بذار من طرح بهت بدم. یعنی چی؟ چه شرایطیه؟ بهت طرح نمیدم، من موجودو بهت میدم، بعد تو اون موجودو مثلا فرض کن خودت قراره بنتن رو از اول بسازی، بعد فکر کن اون موجود چجوری دوست داشتی باشه، بعد همونو بیای طرح بده. من میدونی اکثر موجودات که تو ذهنمه به نظرم نامرئی باشن. این آپشن رو میخوام رو همشون بذارم. نظر تو چیه؟ به نظر من نظر جنابالی هیچ اهمیتی نداره. این یه قدرته دیگه، چرا باید توی فن آرت خود و فن مید خودم نتونم این ویژگی رو استفاده بکنم؟ بهت رحم میکنم چون بار اولته چیزای راحت بهت میگم بکشی یا چیزایی که دوست داری. خب آقا میریم ویدیو رو شروع کنیم و اینکه واسه اولی موجود گوست بریک. اولی موجود من به نظر من هر کدوم از این ویدیو، البته من رو گوسپریک خیلی فکر کرده بودم و خدا رو شکر روش خیلی فکر کرده بودم. به طرح حدودی گفتم تو ذهنم باشه از موجودی که دوست دارم. به هر حال دیگه گوسپریک دیگه. و بذار نکته اول بگم، من داستان نوشته بودم و داستان من بینابینه، یعنی هم مال بنتن هم مال بنتن نیستش. از بنتن اسارش رو کشیدم بیرون، ولی خب هیچ ایرادی نداره. فن میده داداش، فن میده، ولی خب موجودات بنتن 100% کدوم قدرت نه اینکه بشینی یه جای کار نکنیم راحت باشی. 1 ساعت اینجا دارم جون میکنم. بذار از گوسپریک پس شروع کنیم. آره اون گوسپریک که دوست داشتی مثلا توی موضوع بنتن خودت باشه رو طراحی. خب چه شکلی باشه؟ خیلی چیز خوبی گفتی. زمان این ماسکت جلو دهنم ور دارم، قشنگ مسلط روی طرح. خب
الان تو اینجا چه نقشی داری؟ یه کاری به هم دقیقا یه عنوانی، من یه طراحی، من چیزی که تو ذهنم دارم هیچ اصول خاصی نداره. مثلا در حد بگم یه آرت بدنی و یه کله مثلا توی این حالت مثلا بگم خب مثلا طرحی که میخوام اصلا انسان نیست، طرحی که میخوام من چجوری چه آناتومی واسه این بکشم؟ تو آناتومی میخوای بکشی چه عنوانی چه راحت گوسفری که اول گوسفری که اصلا از ریشه یه طرحی میزنه، بعد سر و بدنش معمولا یکیه گوسفری، ولی خب من نمیخوام گوسفری که میخوام، چون من گوسفری که قرار رسم بکنم قرار زن باشه، اصلا مرد تو کار من نیست. فمیز من زندگیه و این چاکتریکس نمیخوای درست کنی یا اینکه نکن. چاکتریکس تو ذهنم هستش، ولی چاکتریکس یه چیزی که توش رعایت نکرده اینه که خیلی طبیعی و خوب درش آورده. میدونی طرح باید عجیب باشه، یه چیز قشنگ عجیب غریب. مثلا چرنیتریکس من اون طرحاییه که دوستش دارم، عاشق اون طرح. بله طرحهایی مثلا اونجوری اوکیه. مثل ویدیو امروز من ایده این ندارم، واسه همین همچنان که تو داری این طرح خودتو میزنی منم اینور طرح خودم رو میزنم. او طرح تو طرحه. بله خب بعد نکن. فرقش اینه که طراحی منو نمیبینه. خب مشکل اینه که طراحی منو میبینن. هیچ ایرادی نداره اصلا. نگاه کن من دستم از تو خیلی تندترم از چون دارم مستقیم با خودکار میکشم. من تو الان گفتی گوسفری که زن دیگه اوکی من طرحمو میزنم، بعد از اون ور دیگه من حالا اگه تو به جایی نرسیدی اینو میدم تو بر اساس همین یه چی بزن. میگم من دستم من سریعتر من همین هم سر و بدن که یکی میشه چیز هم میشه، سر نقطه یه مقداری سر نقطهش تیز میشه، مثل شعله شمع هستش. و تک چشم بودن خیلی خاص میکنه، ولی تک چشم بزرگ مثل شخصیت های انیمه دیدی خیلی کیوتن، چشمای قشنگ بزرگی دارن. مال من تک چشم هست ولی کیوت نمیدونم، باید خودت ببینی. نکن من کیوت از نظر من خیلی چیز خاصی ها، من سلیقه‌ام عجیبه ها، به چیزای خاصی میگم کیوت. داداش منم همینه. همه همینیم، ولی خب بعضیا جرئت میکنم میگم من سلیقه منم میگم من سلیقه سمی دارم. یعنی شما ویدئوی رنگ فندی خیلی خراب شد. وای چه کاری نکردیم اونجا، چه کاری نکردیم، حیف شد واقعا بچه‌ها شد. نه نگاه کن در جریان باش که الان این حرفایی که من تو داریم میزنیم از اونجا که داری طراحی میکنی همش رو دستت باید این حالت تایم لپس باشه. حالا این حرفا رو هم یه چیزای کوچیکش خاصی بذار، ولی نه چیز میکنم این طراحی که تایم لپس میشه، ولی خب این صحبت خودمون رو اصلا من چیز میکنم جدا میذارم. یعنی تایم لپس رو یه جوری میکنم که با آخر صحبت های ما دیگه تمام بشه. نه تایم لپس کنار میره، من خودمون رو گوشه قشنگ میذارم، صحبتامون رو میکنیم و طرح همینجوری. البته بچه‌ها همه بدونن که من دفعه اولم به صورت شما مثلا بنمو که کشیدم بنمو نشون بدم، البته بنمو بهتون عکسش نشون بدم، ولش کن عکسمو نشون بدم، ولی بذار کازموتو که نشون بدم اینجا هست. من دیدم مرسی. ندیدی؟ تو دفترچه کوچیک کشیدم، چی رو دیدی؟ من به کسی نشون ندادم. این یکی من فکر کردم اون یکی. این بنیه که من میخواستم مد نظرم بود. خوب میکشی که. خوبه؟ آره بابا خوبه. الکی خودت تخریب میکنی. جان تو این کجاش خوبه بابا؟ هیچی نداره. به خدا خوبه، صورتشو خوب کشیدی. بعدن که واسه من این طراحی بدن سخته، ولی خب صورتو خوب بکشی هم کفایت میکنه. چون طرح دیگه میدونی دیگه چون واقعا یه مدتیه که من الان روانی شدم که فقط یه طرح بکشم لامصب و انیمه متحرکش بکنم و بدم بیرون. چون لامصب داستانایی که میخوامو پیدا نمیکنم، اون داستان کوفتی که من میخوام پیدا نمیکنم. شخصیت شرور باید برنده بشه، لق شخصیت اصلی کرده، بنو ویلن میکنم بره خار دنیا رو بزنه زمین. بله یعنی چی که با قدرت مال من تقریبا تمام. چی تقریبا تمام شد؟ من بدنش هم تازه تونستم یکم انگوش بزنم. میگم تو مداد چیزش میکنی، اتود میزنی تا با خودکار چیز کنی. من مستقیم با خود خودکار دارم طراحی. بعد من گفته بودم که این همه موجودات قرار زن باشن یا نه فقط گوسفری؟ همه قرار زن باشن، وحشیانه هم قرار زن باشن. یعنی میخوان بگیرن بنو بسلت کنن. میدونی بذار من میخوای اصلا داستانم به صورت خلاصه بگم، من اینجا بگم، بعد این تیکه داستانم که دارم برات تعریف میکنم ممبرشیپ میکنم بچه‌ها بسوزن. خب
خب این چیزه میگم همزمان که داری حرف میزنی رو طراحیت هم تمرکز. من یه دستی دیگه بکشم تمام. اوکی. هم تمام شد توی دیسکورد میدم. دیسکورد ده بعد به بچه‌ها نشون بدم یا نه؟ نشون بده راحت باش. خب بچه‌ها البته نه که بچه‌ها بیان. بچه‌ها من طرحشو نشون میدم، طرحشو هیت کنین بگین طرحش خیلی بد بود و طرح من خیلی خوب بود و قشنگ من تشویق اوه کرده. منو تشویق کنید که انگیزه بگیرم. من کارم داغان. الان اون طرح رو نشون میده و اون موقع کنارش طرح خودم میذارم. هیچ چیزی واسه ارائه وجود نخواهد داشت. باید از همین الان بچه‌ها رو سمت خودم جمع بکنم. تصویر سازیم خوبه. بچه‌ها یادداشت بکنین، تو ذهنش خیلی تصاویر خوب میتونه بسازه. اون قضیه اولی هم که ترکیب بکنین دیگه معلوم میشه کلا تو کاره. قشنگ یادداشت کنین. نکات یادداشت بکنین، بعد اینا همه رو جمع آوری بکنین. یه ویدیو راجع به این میسازم. اون ویدیو خیلی لایک می‌خوره. شک نکن. این ویدیو مطمئنم از اون بیشتر لایک می‌خوره و بچه‌ها خواهان کشیدن موجودات بیشتر. عمرن بچه‌ها این درخواست بکنم. مگه نه بچه‌ها؟ این ویدیو اگه 3000 تا لایک بخوره من فقط میگم، ولی باید ویوش هم کمتر از 2000 تا باشه، وگرنه پارت بعدی وجود نخواهد داشت. دیگه به هر حال نگاه کن این شرایطیه که من گذاشتم دیگه. شرایط من تعیین میکنم. عجب آدم عوضی هست. چی؟ اون روزی که من با تو طرح رفاقت ریختم، اونی که این قلمو داد دست منو، همین گوشی رو در بیارم دیگه. به هر حال بچه منطقی دارم صحبت میکنم، خیلی منطقی نیست. داشتی راجع به الهه حرف میزدی، منظورت احیانا مدوسا نبود؟ آفرین، دقیقاً صدا میخواستم مثلا بگم تو الان گفتی این طرح فرستادی، یاد اون افتادم. خیلی سر شیکی داره به نظر من. میشه اینو مثلا ترکیب کرد. فقط یه ذره این که مثلا گردنشو نکشیدی یه ذره مثلا گردندارش کن. این که مثلا بعدن چیزش سرش برام چسبیده اینجوری میکنم و یه گردن از توی طرح در بیاد، یه همچی چیزی. آره. خب این نشونه اینه که باید اینجا ما اینو یک برشی بزنیم به این قسمته. مسئله اینه که تو میخوای دستاش انگشت داشته باشه یا همینجوری شاخک؟ من رو شاخک خیلی خوشم میاد حقیقتش رو بگم. اوکی بچه‌ها اینا رو یه جور یادداشت کنید تا یادداشت کنید بچه‌ها. به غیر از این شاخکاش خیلی دوستان سرش حالت دو تیکه باشه. اینم یادداشت بکنید لطفا. اینجا سرش کی دو تیکه باشه. اینجوری دو انگشتی یعنی. آفرین دقیقاً این. خب حاله تو فعلا یه زحمت بکش دستاش و اون شاخکای پشتشو پاک کن تا من. این دوتا رو دوست نداری؟ این دوتا خوشگل نیستن؟ اصلا دوباره طراحیش اینا خیلی کج و کلا سخت پاک کردنش لامصب. چی گفتی فوش دادی؟ میگم سخت پاک کردنش. نه بابا من معمولا فوشا رو بلند میگم، حرفای خوب کوتاه. برای موجود تو شرایط خیلی خوبی جلو برد. نگاه کن، بیا دستشو نگاه کن ببین دستش چجوریه. اومد تصویر بالا. آره دستاش خوب شد. کلا چرخ چطوره؟ اوکی نه اوکی صدات هست اوکی. آره عالی. بعد میخوام یه حالت یه ایده الان میخوام این تیکش رو دیدی حالت تاپ داره این رنگ اینا بعدا حالا توی آرت دیجیتال مثلا دست رنگ خواهم کرد. خب میخوام اینجاشو دیدی مثل چیز چکتریکس دیدی تیکه بدنش رو رسم کرده. فهمیدم. میخوای که مثلا اون بخش دامن رو پاک کنی بعد اونجا رو فقرات کنی تا منتظر شه. میخوام اینجا یک بخش باز باشه. خب بخش باز که باشه من مثلا کمرش باشه دل و رودش دیده بشه. اونجوری زرش شلوغ نمیشه. حالت مارپیچ تو همه چیزه. انگار مارپیچ های تو همش چیزه، اینا تو هم مارپیچ شده، یه همچین حالتی مثل یه کمربندی که انگار بسته شده شلوغ میشه اونجوری. نظر چیه اونجوری؟ نظر خودت میشه. من چون بعد چی میشه داشتم میشنیدم چی میگفتی. این که ببین کلیتش خوبه ولی من اسم میکنم واسه زنونه تر شدن یه چیزی کم داره. چی؟ به نظرم خب از همون جایی که همین الان خط کشیدی همونجا رو مثلا این با سینه و پایین تنشو با این چی میگن با ستون فقرات با هم متصل. از اینجا میگی تا اینجا با ستون فقرات با هم متصل کنم. آره از اینجا تا اونجایی که خط شاخکاشو کشیدی. خطش اینجوری از اینجا تا اینجا. آره نه نگاه کن الان این بالا اینجا نه بالا آره همین خطی که الان از همینجا تا اینجا این وسط رو مثلا پاک کن و محیطش رو و مثلا این ستون فقرات کن. بچه‌ها کامنت بذارین
کامنت بذارین تو ویدیو طراحی بعدی رامین کدوم موجود رو بکشه. اون کامنتی که بیشتر از همه لایک بگیره رامین همونو میکشه. دروغ میگه رامین، اصلا ایده ها نداره، از این کارا با من نکنید. مثلا بگی این چیزو بکش. یه چیز موجود ساده چی داریم؟ موجودات دیده نشده در بنته. من اونایی که خیلی سخته. نه دیگه، چون دیده نشده من طرحی نمیکشم براش. ما مثلا هم فکر نمی کنیم. من میمونم و کازوموتو یه بازی ترسناک قراره بذارم، من پاره شد. به به عجب چیزی. خب من میکنم نتم داره تموم میشه دیگه، نمیتونم واسه بازی بیام. خدا من اشکالی نداره. یه تر من اینجوری شدم. تر بعدی من قبل از اینکه اصلا تر بعدی بکشم بغیر از اون لایک هایی که باید بخوره و اینا اصلا به کنار وای میشم. اصلا اون لایک ها داستانش به کناره، اونا کنار. من باید بیاد با من بازی رو انجام بده. باید من اونو ویدیو میکنم میزنم سردر چیز یوتیوب. آره اون یوتیوب گیم و پینگ میکنم. اولین ویدیویی که وارد کانال میشه همون جلو چشاتون باشه. اول ویدیو هم قسمتای ترسناک تا قشنگ میذارم، قشنگ داد فریاد، اصلا دیگه. ولی من خدا رو شکر آدم کینه‌ای نیست، ولی این کارا رو میکنم. ببینید آقا، من میدونم اون مافیاه ولی ما اون یکی رو میندازیم بیرون. در حال گاهی اوقات باید برخلاف موج حرکت کنیم. آقا جای دیگه میمونه که تغییر چیزی نداده باشم، همه جاشو زده که تقریبا. آره همه جاش عالیه. بیا یه اوترو بریم و زندگی رو زندگی رو میخوای جمع کنی یا میخوای منو از توی بازی جمع کنی؟ کدوم یکی؟ بچه‌های عزیزم خیلی ممنونم که تا اینجا بودیم. بعد از این ویدیو قراره صحنه‌هایی ببینیم، صحنه‌هایی وجود داشته باشه که ما اجازه پخشش رو نداریم. بنابراین اینجا با این طرح زیبا باهاتون خداحافظی می‌کنیم. کازوموتو میمونه و من داشارتی طرحی اینم نمیذارم بسوزه قشنگ. داشارتی میمونه و یه کانتنت وارنینگ و یه کازوموتو. عجب دنیایی. یه کاری میکنم کار سو. تا طرح بعدی و ویدیو و لایک های بعدی خدا حافظ. کازوموتوی عزیزم اگه وصیتی داری به بچه‌ها بگو که به دست خانواده برسونن، چون دیگه بعد از اینجا سالم بیرون نمیره. نه فقط یه ببین همیشه فرصت تلافی داره. من یه ذره جاها تلافی میکنم، نگران نباش. نگرانی نیست. ببینیم آخر کی زنده میمونه. به هر حال فقط این شما باید یه ساعت دیگه وقت بذاری میزتو درست کنی. نه تازه من یه کاری کردم، میزم همیشه همینجوری بمونه. خب همیشه همینجوری بمونه. همه چیزم عالی کرد. یعنی هیچ چیزی نمیخوام تغییر بدم. عالی شده. همه چی جلوی دست. تو میای یه بار من میام. آخر یکی تسلیم میشه. ببینی اونجا کیه. بله فکر کنم از این بعد اسم کانال رو باید عوض کنی. بنر رو بذاری کانال تلافیای کازاوا والهالا علیه هم دیگه. اصلا اوکیه. اصلا این کاری میکنم که خب بچهای عزیزم تا لایک ها رو چند تا کنیم. آخر گفتیم لایک بگیم. یه توافقی سر این بکنیم و بعد ویدیو رو ببندیم. بعدش موقع من کار. عدد مدت چیه؟ چند؟ زیر 100 باشه. زیر 100 دوست داری؟ قبول. 85 چطوره؟ بله. قبوله. 85 یادداشت کنی. 85 به خاطر این گسپری که من رسم کردم. یه لحظه من اینجا باشم. خدا. بعد میگه من از آفارات بی‌دلیل برمی میکنم. 85 به عشق عدد مقدس 8 + 5 13. نه به خاطر 8 + 5 13. عدد 13 عدد خوششانسیه. و تا ویدیوی بعد به 85 لایکی که باید بزنیم. خدا نگهدار شما. من این ویدیو رو قطع کردم ولی یه جوری تو رو از زندگی ساقط خواهم کرد.